این عزاداری ها خیال نکنی چیزیه. احترقت لنا، دنیا بسوزد هنوز کمه. میدانی چه شده؟ وای بر اون کسانی که در این شعائر خدشه کنند. بیدار باشید مردم ایران، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینیه را سوس کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیچه که نیست. این کلام کیه؟ ورحم صرخة التي کانت لنا، ورحم صرخة التي کانت لنا. این بی سوادهایی که غلط میکنن، میگوین آهسته گریه کنید. امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهیه، فقها بر افتادن. فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه. فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه، فقاهت اینه. آهسته گریه کن. این غلط ها چیه؟ سیحه، سیحه یعنی چه؟ سیحه عبارت از شیون. صرخه چیه؟ سیحه شدید صرخه است. امام ششم میگوید خدایا ترحم کن بر اون شیونهایی که بر ادای ما از این مردم سر میزنه.